سلام، در برنامه خبری امروز دوشنبه 30 ایول من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. در ابتدا نگاه به سرخط اخباری امروز. جزئیات هلاکت شهروندان خارجی در دنقره. وزیر امور داخلی گفت ظاهرا حمله را از پیش طرحریزی کردند. در نتیجه عملی کردن یکی از آنها دستگیر کرده شد و یکی از آنها در جای در هنگام مقاومت نشان دادن سلاح نسبت کارمندان در جای حادثه نیست نابود کرده شد. مقامات بلندپایه تاجیکستان میگویند بناهای محتشمی که در دوشنبه ساخته میشوند باید اول منتظر چرخه اولی نیروگاه راغون باشند. انشاءات مهمترین امروز نیروگاه برقی راغون است و ما امید داریم که در مدت‌های مقرر شده آن مورد استفاده قرار میگیرد و انشاءات‌های دیگری ساختمانی هم با سرعت بلند ساخته میشوند. پرواز بعد از 20 سال دوشنبه پایتخت تاجیکستان و شهر سمرقند را خط سیر نو وصل کرد. در 45 دقیقه می توانید به تماشای این شهر باستانی بروید. تفصیل خبرها. مقامات انتظامی تاجیکستان گفتند 3 گمانبر به حمله مرگبار به سیاحان خارجی در دنقره را بی‌ضرر کردند. معلوم نیست این افراد را محو کردند یا اسلحه آنها را گرفته و دستگیر کردند، اما به گفته منابع رادیو آزادی ظفرجان سفرف و اسام‌الدین مجیدوی 19 ساله و جعفرالدین یوسفوی 21 ساله را در ناحیه دنقره از داخل یک فرمه دستگیر کردند و برای بازپرسی بعد دوشنبه می‌آورند. وزیر امور داخلی تاجیکستان امروز درباره هلاکت سیاحان خارجی در شهر دوشنبه در نشست خبری جزئیات داد و همکاران ما هم در این نشست بودند. یک روز بعد از هلاکت 4 سیاح خارجی در ناحیه دنقره، وزیر امور داخلی تاجیکستان جزئیات فاجعه را شرح داد و گفت ظاهرا این حمله بود که از پیش طرحریزی کردند. جای بود باش آنها در راه که حرکت می‌کردند معین کرده شد، چورابین‌های دستگیر کننده عملی کرده شد. در نتیجه عملی کردن یکی از آنها دستگیر کرده شد و یکی از آنها در جای در هنگام مقاومت نشان دادن سلاح نسبت کارمندان در جای حادثه نیست نابود کرده شد و 3 نفر دیگر که در فرار قرار دارند همه چاره‌ها برای دستگیر کردن آنها دیده ایستاده‌ایم. رمضان رحیمزاده در نشست مطبوعاتی در روز 30 ایول در دوشنبه گفت یک گروه خاص مفتشان و متشکل از همه ساختارهای قدرتی به تحقیق حادثه مشغولند. این جنایت خیلی جنایت ننگاور است و خیلی از طرف رهبر دولت زیر نظارت گرفته شده. دستور سپارش‌ها به تمام مقامات حفظی حقوق برای دستگیر کردن جنایتکار سفربر کرده شدند. وزیر امور داخلی گفت که 7 دوچرخه سوار خارجی روز 29 ایول در شاهراه به سمت ناحیه دنقره مورد حمله قرار گرفتند. 4 نفر آنها 2 نفر از شهروندان امریکا، 1 نفر از شویتساریا و 1 نفر دیگر از هلند در جای حادثه هلاک شدند. 3 نفر دیگر از جمله 1 شهروند هلند، 1 شهروند شویتساریا و 1 شهروند فرانسه زخمی شدند و در بیمارستان معالجه می‌گیرند. از روی اطلاع فوری آنها با خود کارد و سلاح آتشفشان داشتند. وزیر امور داخلی همچنین گفت فعلا تفتیش حادثه را دادستانی کل برداشت دارد و همه فرضیه های این حادثه آموخته می شود، از جمله فرضیه صدمه نقلیاتی، سوء قصد و یا عمل تروریستی بودن این حادثه در رفت تفتیش معین می شود. فاجعه با سیاحان خارجی برای دولت تاجیکستان که امسال را سال رشد سیاحی خوانده برای انکشاف ساحت تلاش دارد خبر بد است و می تواند باعث کاهش روابط خارجیان به کشور شود. رئیس جمهور امامعلی رحمان به رهبران 3 کشوری که شهروندانشان کشته شده‌اند اظهار تسلیت کرده است. شادمان یتیم، میرزا نبی خالقزاد، آزادی دوشنبه. و با وجود تقویت تدابیر امنیتی در تاجیکستان و نگرانی‌ها از امنیت سیاحان خارجی، بعضی از خارجانی که در تاجیکستان هستند میگویند به سیاحت در داخل کشور ادامه میدهند. همکاران ما در دوشنبه با چندی از جهانگردان صحبت کردند و صحبت آنها را برای ما و شما فرستادند. شبی گذشته یک دوستم از هلند به من زنگ زد و گفت تو زنده ای؟
من گفتم بله زنده هستم. وی گفت که 4 نفر سیاح ولوسپدرون را کشتند که 2 نفرشون از هلند هستند. من خودم هم این خبر رو دیروز شنیدم. من از ایران به تاجیکستان آمدم و میخوام بعد به تماشای بدخشان و مرغاب به چین سفر کنم. من بعد شنیدن این خبر از ادامه سفرم دست کشیدنی نیستم و با ولوسپد به پامیر خواهم رفت. بعد شنیدن این خبر من در حالت شوک بودم. بسیار غمگین شدم. فکر کردم و میتوانستم به جای آنها من باشم، چون که پس از 3 روز من هم به آن مکان میروم. تا امروز من هیچگاه احساس خطر نکردم. من برای رفتن به پامیر نمیترسم. I feel safe. Yes. No problem. No, I think accidents happen. من بسیار متاسف هستم از شنیدن این خبر. خبری تشویش‌آور این است که حتی راننده از جای حادثه فرار کرده است. اصلا من از این چیز نمیترسم، چون این خیل حادثه ها حتی در آلمان هم میتواند رخ دهد و ایستادن من در دوشنبه و نرفتن به بدخشان حل مشکل نیست. The possibility of an accident is everywhere. Ну, тут такие края красивые, это невозможно. Один раз в жизни, даже не один и несколько, обязательно надо проехать, увидеть это все. چون این گوشه‌های زیبایی است که ندیدن آن گناه است. نه تنها یک بار، بلکه چندین مرتبه رفته آنجا را دید. آدمان هر خیل میشوند. چون این حادثه‌ای که رخ داد خاص این ملت نیست. آدمان در اینجا خیلی خوب هستند و با ما خیلی حلیم بودند. با ما خوراک دادند، با ما جای خواب دادند. درباره تاجیکستان قصه‌های جالب نقل کردند. انسان‌های خوب عالی هستند. فرهنگ مهمان‌نوازی دارند، اما طوری میگویند یگان اویله به کمبودی نمیشود. و بینندگان رادیو آزادی ویدیویی را به ما فرستادند که صحنه پخش کردن سیاحان را نشان می‌دهد. یک ماشین سیاه از نیمه راه برمیگردد و برای دوچرخه سواران حرکت میکند و یکی را هم زیر میکند. و مقامات تاجیکستان میگویند سست یا قطع شدن ساختمان‌های محتشم در شهر دوشنبه به سبب تمرکز به ساختمان مهمی نیروگاه راغون است که باید چرخه اولش همین سال به کار انداخته شود. در دوشنبه قرار بود یک تئاتر عظیم و چند بنای بزرگی دیگر قامت بیافرازد، ولی سرنوشت بعضی از آنها نامعلوم است. مومین احمدی درباره این ساختمان‌ها و مسئله داغ شهرسازی در تاجیکستان گزارش می‌دهد. وزیر فرهنگ تاجیکستان میگوید ساختمان آثارخانه ملی به تأخیر انداخته شد، زیرا حالا تمرکز روی ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون است. شمس‌الدین آرومبگزاده آخر هفته گذشته ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت با رسیدن فرصت مناسب ساختمان تئاتر تقریباً 200 میلیون دلاری در مرکز پایتخت تاجیکستان ادامه می‌یابد. مهمترین انشاءات‌های عصر معین گردیدند و با نظر داشته سرعت بخشی ساختمان نیروگاه راغون شاید مبلغ‌گذاری بعضی انشاءات‌ها از جمله مؤسسه‌های فرهنگی هم کمتر گردد. این نه باعث نگرانی است نه باعث تشویش است و از نگاه افضلیت‌ناکی برای مردم تاجیک انشاءات مهمترین امروز نیروگاه برقی راغون است و ما امید داریم که در مدت‌های مقرر شده آن مورد استفاده قرار می‌گیرد و انشاءات‌های دیگری ساختمانی هم با سرعت بلند ساخته می‌شوند. وزیر اظهار امیدواری کرد که آثارخانه تا 3 سال دیگر و تا زمان تجلیل 30 سالگرد استقلال تاجیکستان بنیاد می شود و درهایش را برای بینندگان باز می کند. در روز صحبت وزیر فرهنگ سرنوشت چایخانه معروف راحت و تئاتر لاهوتی در دوشنبه هم بررسی شد. در نشست خبری شهرداری محمد سعید زویدوف معاون رئیس شهر گفت که هنوز درباره ویران کردن چایخانه معروف راحت قرار قبول نکردند. با گفته او برعکس ظاهر چایخانه را ترمیم میکنند و تنها در صورت دستور حکومت درباره راحت و لاهوتی سرنوشت آنها حل می شود. بر اساس نقشه بازسازی شهر دوشنبه باید این 2 بینای قدیمی بنیاد شده در عهد شوروی را ویران کنند و در جای آنها بناهای نو بسازند. سرنوشت چایخانه راحت و لاهوتی که در کنار همدیگر جایگیر شدند بحثی زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. بسیاری از کاربران میگفتند که هر 2 بنا که مردمی زیادی در آن خاطره‌های خوب دارند باید همچون بینای دارای ارزش تاریخی نگه داشته شوند. اما مقامات تاجیکستان گفتند که بغیر از چند بنای بزرگ محتشم از جمله کتابخانه فردوسی و تئاتر اپرا و بالت در دوشنبه ارزش تاریخی ندارند و باید ویران کرده شوند.
مسئله ساختمان و شهرسازی سالهای اخیر یکی از مسائل داغ در تاجیکستان است. بر اساس یک قرار نوی حکومت از آخر ماه گذشته، از این پس در محله‌های اهالینشین مرکز، خیابان و کوچه‌های اساسی مرکزهای مأموری شهر و ناحیه‌های تاجیکستان باید خانه‌ها نه کمتر از 5 طبقه داشته باشند. در قرار حکومت از روز 21 ایون آمده است که سبب قبول چنین قرار رشد شهرسازی و کمبود زمین در تاجیکستان است. در قرار گفته می شود که برای اجرای این مقررات مقامات رسمی معماران باید تغییرات لازمی به برنامه‌های شهرسازی را وارد کنند. و بعد از 12 ساله تاجیکستان و ازبکستان را یک خطسیر دیگری به هم پیوست. از این بعد هر روز شنبه از پایتخت تاجیکستان یک هواپیما به سمرقند باستانی و یکی از شهرهای عمدتاً تاجیک نشین ازبکستان پرواز می‌کند. نخستین پرواز هواپیما از دوشنبه روز 28 ایول صورت گرفت و خبرنگار رادیو آزادی هم در فرودگاه پایتخت بود. صبح روز شنبه نزد نقطه‌های چیپتا فروشی و گذرگاه‌های فرودگاه دوشنبه سر آدم بود. اینها از اولین مسافران خطسیر دوشنبه سمرقندند. پرواز میان این دو شهر بعد تنفسی زیاده از 20 ساله دوباره برقرار شد. شرکت تاجیک ایر سر از روز 28 ایول پروازهای خود را به شهر باستانی سمرقند آغاز کرد. نخستین پرواز ساعت 9 همین روز صورت گرفت. پروازها از دوشنبه به سمرقند در حال برقرار شد که از این قبل خط پرواز میان دوشنبه و تاشکند نیز برقرار شده بود. در زمان شوروی میان دوشنبه و تاشکند و سمرقند و دیگر شهرهای ازبکستان پروازها صورت می گرفت. اما در پی سقوط شوروی و همینطور سرد شدن روابط میان این دو کشور این رشته ها کنده شد و ساکنان با دشواری به کشورهای یکدیگر سفر می نمودند. بعد 45 دقیقه هواپیما در شهر سمرقند فرود آمد. مسافران اولین پرواز از دوشنبه را به مکانهای تاریخی این شهر باستانی بردند. ساکنان سمرقند از برقرار شدن خط هوایی خوشحالند. رفته بیا آسان خشته وره دیده رفته عمدان آسان من زیارتگاه ها آسان رفته آسان میبینیم. ما هم دوشنبه ها رسیدند خداخواه رفته عمده زیارتگاه زیارت کرده خیلی تورهای خبر گرفته عمدن آسان شد. ما هم با اکاوکا دادر خواهرها زیاد میشن رو بیام میکنن با تنجی خاطر جمعی میشود همطور زیارت ها قبول شود سفرها بی خطر شود ساخت سلامت باشتون روزهای خرسند ببینیم. در حال حاضر قیمت بلیط 684 سامانی است. پرواز بعدی روز شنبه آینده یعنی 4 آگوست صورت میگیرد. شرکت سامان ایر هم گفت که از ماه آینده هواپیماهایش به شهر بخارای ازبکستان پرواز میکنند. شرکت خصوصی سامان ایر که پرواز به شهر تاشکند را متوقف کرده بود گفت که از روز 28 ایول پروازها در خطسیر دوشنبه تاشکند دوشنبه نیز از نو آغاز شد. و مادر هویدا تیلازاده دختر 5 ساله تاجیکی در روسیه تجاوز و کشته شد تصمیم گرفته است دیگر به آن کشور برنگردد. گلناره شریف و 2 روز بعد از دفن دختر قورمرگش به رادیو آزادی گفت تا به دیدن محله را ندارد که در آنجا دخترش را کشتند. این مونده میشه و دیگه مثل همون وطن باشته رفته مثل یاد در نام خورده نمیتونه هر وقتی به یاد ما میزنه او ما میبینیم جای کشتگیش مثل چقدر در اونجا دیگه طاقت ایستادن دیگه نمیکنیم. هویدا تیلازاده روز 22 ایول در نزد خانه‌شان در شهر سرپخوا در ولایت مسکو غیب زد و جسد او را صبح روز 23 ایول در یک بارخلطه ورزشی در نزدیکی همان محل پیدا کردند. با اتهام تجاوز جنسی و قتل هویدا الکساندر سیامین یکی از همسایگان خانواده و جوان 27 ساله روس دستگیر شده است. و با این خبر رسیدیم به پایان برنامه. اخبار و گزارش‌های بیشتر در وبسایت azadi.org، کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. از آن که با ما بودید سپاسگزاریم.